السلام علیکم مردم دهقان. برای شما دوستان عزیز ما باز دوباره آغاز کردیم موسم بهاری، موسم کشت و کاری بعد از ماه شریف رمضان. ان شاء الله رحمان خداوند دعا کنیم که در زمین دهقان همیشه برکات عطا کند. با درخواست بعضی از مخلصای ما که از طرف همدانی بعضی از دوستان، نه ما همه را در نظر نداریم، بعضی از دوستان از این اکای عبدالغفار امسال یک تخمی نوعی آوردگی بودند که با دستگیری اکای عظیم جان تخمی گیگانت بود، تربوز تخمی گیگانت بود. همونا درخواست کردن که همین طرز زمین آماده کردن شما چگونه است که خیلی خودتون دیدگی بودید در ویدیوهای پیشینه که با بابای عبدالغفار آخران بار همین زمین شدگار کرده بودیم. اما فاس چند لینگه امفاس شاشیدگی بودن که تو اینکه این طول زمستان اون امفاس کاری کرده و این چنین کاری کرده ایستاده است تا خدا خواهد موسم پختن تربوز و خربوز دوستا زمینشان خدا خواهد خیلی ملایم است. خیلی دیدی است اگر اون خیلی تکنیک داره دیگه شاید بند موندنش هم ممکن است دوستا. خیلی گپ من به درازا نمیکنم. ویدیوی ما اصلا با بابا عبدالغفار برای ما خیلی بیننده زیاد میآورد، چون مخلصای بابا عبدالغفار هستن تماشا میکنن، خصوصا ویدیو بابا عبدالغفار. خیلی طرز آماده کردن دیده استادت. حال از همین بابای دهقان خودشون میپرسیم و اینچین سپانسرشون که اکای عظیمجان هستن از جمهوری ازبکستان امسال تخمی های علاسفته برای این کس تامین کرده بودن. و یک چیز دیگه گفتن من دوستا، کسانی که از بابای عبدالغفار تخمی ها را خریدگی بودید گیگانت، خواهش میکنم این که وقتی که میکارد همین تربوزاتون طرز افزایش همون تربوزا رو برای ما در واتساپ 1 مینوته 2 مینوته نوار کرده پرتید که ما ببینیم که امسال در تمام گوشه کانال من خودم شاهد هستم از طرف اسفره، از طرف کانی بادام، خصوصا مردم جنوب خیلی از همین تخمی ها خریداری کردن. همین ببینیم که همین تخمی ها امسال چگونه است در همین تاجیکستان عزیز ما. خیلی گپ بسیار با درازا نمیکنم. با عبدالغفار السلام علیکم و رحمت الله. کسب کار شما خداوند برکات عطا کند بعد از این ماه شریف رمضان که طول یک ماه شما روزدار بودید، خسته هستید و الکی روز سوم روز عید است. همگان را با عید تبریک میکنم اگرچه دیر هم باشد. خیلی سخن با بابای عبدالغفار میگم چگونه این زمین آماده میکنند دهقان ها، نه که دهقان هایی که نوک دهقان هستند. سلام علیکم تمام دهقانان جمهوری تاجیکستان. من از نام خودم و از نامی که ما رو دستگیری میکند جمهوری ازبکستان عظیم جان که ما رو اون آدم بسیار چگون دستگیری میکند. همین تخم گیگانت آورگی ما باید دادگی از نیدرلندیا. ما همین تخم دادیم برای مثال یکمی خریدار ما بود از ناحیه قمسنگیر عبدالله. وای برادر ما برای مثال 2 پشکه گیگانت یک تا امرال گرفتگی بود. حاضر شناندگی تربوزه یکان خیلی وای نیست علاقه نبرونده. ما التماس میکنیم که همه آدمای ما از تخم گیگانت گرفتگی یا امرال گرفتگی اگر ویش باشد اگر یکان وای کننده شما دیساد زمین ما چه تیار میکنین. دیده نه زمین ما چه است. وقتی شدگار کردی بودیم به خاطرتون باشد 4 نوامبر بود. شما گفتگی بودید که اگر عمر باقی ماند ما با خدا خواهد کار دوام میتیم. این چندم سال اختام کاری کرده خدا خواهد 3 سال است که با هم نوار میکنیم. برای بعضا شخصیت ها از نوارهای ما استفاده برده فایده بردگی هستند و انشالله امیدوار هستم که دیگرها نیز دیده فایده میبرند. اگرچه کمی هم تجربه داشته باشند با عبدالغفار برای مردم یعنی که رست نکردن نشان میدن که چگونه تربوز و خربوز آماده میکنن. این سال چگونه ما شما با محمد جان ما امسال همش شاده نشون میدیم چون سال آخرام مایده ما خدا خواهد این گرابل کلند بیل خدا رو خدا ما رو مخبه چی میگن گفته اویزا مهنه نگواس بودیم پویسید سه اوناس بودید
اصل نگاه سال آخران است ما خدا خواهد با دیگه پلانا داریم ما رو بسیار دستگیری کرده است از جمهوری ازبکستان برای امسال از اینجا ما بسیار منت داریم اوای آدم و همین تخم گیگاند تشکیل کرد برای امسال چندین آدم و نویسند در کامنتاری ها ما اعتبار هم نمیتیم و اعتبار هم نمیتیم و چیز به خدا خواهد بار نصیب باشد اگر ما خودمون برای امسال در همین زمین یک هکتار های و پایین 50 سانتی ده و زمین برای امسال از طرف جناب عالی پرزیدنتی چیگو جدا کارش دیگه است ما همون زمین پرزیدنتی ما باید تربوز میکنیم و زمین برای امسال یک زمین بیکار خوابیده به چند سال باز و سادگی بود حساب آبش کمتر و به چیگو ما امسال همون آب راست کردگی همون تخم گیگانت ما در همین زمین نشان میدیم که همین گیگانت به چی قادر است با همه آدمایی که نویسیدن کامنتار گیگانت شهری نیست و تخمی نمیشدگی است ما و استفاده بردیم 4 سال پیش این گیگانت ما برادرها یکم سال هم دیگه است از خود نیدرلند هم دیگه است این تربوز این برای امسال سپانسوری ما از اینجا است همه آدم آورگی تخم هم دو دیگه ما و آدم قریب 8 سال باز همکاری میکنم و بسیار چیزگم آدمی خوب است اگه عبدالغفور گوید که اگه زمین چیکار باید دهخونی نو دهخون زمین چیگونه اگه رزمرهای بین جویها چی قدری باشد این چیزا رو برای ما به تفصیل گفته دهید شما دیدی بدن سال گشته همین زمین ما 2016 هم سال باز همین زمین خربوزه میکنیم این سال چندم میشود این 10 سال 11 سال ما همین زمین کار کردیم یا خیلی کار کردیم زدیم بین جویها برای مثال ما رولتکه نداریم برای چی کنیم همین خربوزه برای مثال انا همین یک تو باشد اگر همین این خربوزه میشد اینجا 1 2 تقریبا 20 سانتی متر گویم 1 2 3 4 5 6 7 1 متر 40 سانتی متر یعنی 2 متر 83 متر تازه ما اینجا حساب نمیکنیم بر جوی حساب نمیکنیم 90 سانتی متر این حساب نمیکنیم باید این و این خربوز تو اون خربوز باید راون 3 متر بیاد از یکم نهال به دوم نهال اینه که در مقابل جوی بودگی و 3 متر باشه 3 متر بیاد 3 متر بیاد این به خاطر چی کلام نمیشد که اینو معده کنی این معده کنیم رسال خربوز نه اونقدر کلام نمیشد یارو اومده میرسد کرپش بلند میشد اگر زمین زور کارکر ناس کنه اگر این زمین رو انسان این تیز اونده میرسد این حاصل میتد حاصلش معده حاضر نباشد اینا چیکار کردی ساده شما برای پد کلونکو آماده کردید یا اینکه هم خیلی میکاره این خدا خواهد ما دیده خیلی تیار کردگی ما تراکتور بریم سال اما فاز چاشی دیدم دیدن 4 نوامبر بود زمین ما بسیار در حالت خوب قرار داره اینا که خدا خواهد شما اینا با گفتی مردم مشهر که خاک سیده کرسانده نه ما این سال نیت داریم بریم سال خاک تسپونده بکنیم دیده سال گذشته 18 مارت کاری دیگه بودیم بله این سال خربوزیمون بسیار علتدار بود سال گذشته ما چیزای گفتگی نبودیم این همش مخفی بود اگه این سال ما این سال حرکت میکنیم خاک تسپونده بکنیم چونکه اصولی نبوده این خاک تسپونده کنیم خربوز تیز گوالیش میکند هم تیز میرسه ما سراسیمی نیستیم کوریدن به این سال شما دیستا دیدن حاضر همین زمین برای این سال 1.5 هکتار زمین همین پول نیم خیلی راست کنن در کاره شما اول راست کرده بعد کلونکه میمونه تخم کوریده میدونید من خیلی طرز کاری من خیلی است من برای این سال یگان آدم نمیبرم زمین با همین برای این سال خودم مهنت میکنم اول تا آخره یگان کس من به درکارم نیسته همین زمین یک روز دیر باشه نه که بصفت باشه اینه که حاضر شما برای سلفان اینه که هم کلونکه موندن و تقریبا 1.5 متر جوی راست کرده دیدن هم داخل درون و چند است در این جوی دیستا دیدن برای سال زمین ما بسیار چیز گم خیلی راست کرده رنگ گازمال میکنه کو برای سال هم خیلی باید خاک هم خیلی آماده باشد که همین سلفان باید هم خیلی شینه از زمین هم خیلی اینجا اینجا بوکت خربوزه میبود اینجا برای سال یک تا یعنی دو طرف بوکت خربوزه می صرف 60 سانتی متر سرش بین نهالا 60 سانتی متر 60 سانتی متر کم نمیاد این همین سلفان باید هم خیلی رنگ شینت که همین درن جوی باید کم خیلی
دورن گیو ما هم خیلی روز میگنم سلفان هم خیلی فرود مثل هم خیلی چسب دیده در خوک برای اینکه علف نبرو علف وقتی که وای هوا خیلی بلند باشه حتی علف برداشتنش هم ممکن است سلفان بینش کم کم بلختی کپرک خوک میریزیم خیلی کپرک این میشه خدا خواهد این طرز آماده کردن زمین بود این نوار ما به خاطر آن بود که چندی مخلصا گفتگی هستن که همین چیزا طرز زمین آماده کردنش. البته شما با دهخانه خوب هستید، البته ما خودمون رو تعریف نمیکنیم که بابای عبدالغفار ما تعریف کردنی نیستیم، لیکن به هر حال چون در همین گویم که سایت اجتماعی همین چیزا کم است در تاجیکستان عزیزی ما هم خواستیم که یک اگرچه کمی هم باشه یک فایده ما برای مردم برسانه که خدا خواهد کار سر شد و بعد غفار انشالله کدام روز همین زمین همه پرگیش ساخته بعد طرز کاریدنی تربوزه طرز سلفن محکم کننده برای ما نشان میدن. دوستا خدا خواهد با اگر این خیلی سوال ها باشد اگر رقم تلفن دهخان من در زیر اپیسان ویدیو میگذارم حتما زنگ میزنید فرصا میشوید دوستان عزیز ما. بابای محمد جان خدا خواهد این سال تمام قوه ما صرف میکنیم در همین زمین انشاءالله. ما بچه قادر بودن خود نشون میدیم که ما چی بچه قادر هستیم. اولش خداوند از خداوند بلند نمیریم. ما بچه قادر هستیم بچه خیلی خربوز تربوزهای اعلی صفت بازار جمهوری ما تامین میکنیم خدا انشاءالله. انشاءالله خیر خدا نگهدار شما باشد. ویدیو با کسی معقول باشد التماس کامنتاری خوب یا که اگر مهمان باشد گویم ابونه شوید و یار دوستانتون فرستید. اگر کسی هم ویدیو ما عموما معقول نباشد چون دیدیم که در روی اکران من یا که بابا عبدالغفار که زمینشان هست میتونید به حاضر ندارید تماشا نکنید چون بعضا شخصیت ها هستن که هر گپ ها با گفت مردم مسیح کوتاه میگویند. التماس همین چیزا نشود. خدا نگهدار هر یکی که شما باشد. دعا کنیم که این سال تمام دهخانه تاجیکستان چی بدهکارا چی جوری چی پخته چی تربوز و خربوز پیاز هر چی نمو دهخانه که نباشد خداوند در اون دهخانهشون برکات عطا کند. که دیدیم که امروز ها من در همسایگی ها علیه کلونکه ماندگی هستند که سلفن گذاشته علیه خربوز و تربوز کوردگی هستند. خدا نگهدار همتون، رحمت و دقتتون. اینجا علیه مفسمی علفهای بیدم گویم هر خیلی کرم و حشرات کرده شده است. یک برادر در همین نزدیکی ما دوری کرات زده ایستادن که تا اینکه همون کرم گویم حشرات ها مورد علف افزایش کنند. خدا نگهدار شما. الهی ضرر رسان ها هیچگاه به همین حاصل مردم ضرر نرساند. خدا نگهدار.